گفت اومدم خدمت آقا میرزا جواد آقا ملکی تبریزی، گفتم آقا چند ماه کاسبین به هم ور شده نمیچرخه، میشه یه ذکر بگید من کارم راه بیفته؟ آقا میرزا جواد آقا ملکی تبریزی چشم برزخی داره، فرمود جوون روزی 100 بار تونستی بیشتر این آیه رو بخون، ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه و قنا عذاب النار. همین کاسبید راه میفته. اومدم روزی 100 بار گفتم، 1000 بار گفتم، چند ماه کاسبین راه نیفتاد، رفتم پیشش، آقا میرزا جواد آقا بله شما دعاتون مجربه اما چرا نگرفت؟ الان چند ماه اون ذکر رو میگم هیچ فایده ای نداره. گاهی دیدید به یه استاد اخلاق میگه آقا من چه کار کنم گرهام واشه، میگه نماز اول وقت، بعد میری نماز اول وقت میخونی گرهت وا نمیشه. ببین گیر کجاست. تا گفت آقا دعاتون نگرفت، آقا فرمود جوون با پدر و مادرت چجوری؟ گفتم که خوبم، با مادرم خیلی خوبم، اکثرا شما همینو میگید، با پدرم هم یه ذره خورده حساب دارم. گفت یعنی چی؟ گفتم هیچ، ما با بابام کاسب بودیم، یه مغازه داشتیم، دخلمون یکی بود، هر کی این در میومد تو میگفت جیبم خالیه، بابام 2000 تو جیبش میذاشت، هر کی میگفت مریضم بابام 2000 بهش پول میداد، هر کی میگفت بدهی دارم بابامش پول میداد، هر کی میگفت یه رو گفتم بابا مگه بانک مرکزی زدیم ما اینجا، هر کی این در میاد تو بهش پول میدی، جمع کن خودت، یه خورده حساب کتاب داشته باش. ما حاتم طایی هستیم که دست به خاک بزنیم تلاشه، یه دخل ورشکسته است. بابام یه آهی کشید گفت پسرم من برای اینکه تو اشتباه نکنی میگم، من بابام بهم گفت بابا اگر گرفتاری اومد سراغت، آقا اینا رو بشنوید، اگه گرفتاری اومد سراغت گرفتاریشو گفت، اگه نداشتی همه گرهشو واکنی یه گوشهشو واکن. یکی اومد گفت آقا من یه هفته از یه روز با زن و بچه‌م یه آب گوشتم نخوردم، تو پول آب گوشت نداری، پول نخودشو بده، گوشتشو میره پولشو از یه پولدارتر میگیره. یکی اومد گفت من 2 میلیون قرض میخوام نداری بدی، گفت من 100 تومنشو میتونم بدم، یه گره واکن. نه ندارم، روز به روز ندارم ها داره بیشتر میشه. چرا؟ چون سکه و دلار سرعتش از همه ما بیشتر شده دیگه. داداش به داداش پول قرض نمیده، پول بدم یه ماه دیگه 2 ماه دیگه میاره دلار، 2 ماه دیگه 4 تومن رفته روش. انسانیت ما عزیزم، یه پرانتز، انسانیت ما داره لگدمال میشه. بماند توضیح برای وقت خودش. دیدم بابام حرف حالیش نمیشه، گفتم با تو که حرف منو نمیفهمی، منم حرف تو رو نمیفهمم. بابا میشه من جدا شم؟ گواره آقا تا کاسبیمو جدا کردم دیگه دخلم خرج در نیومد، نونی تو دخلم نیومد. تمام تلخیایی که ما تو زندگی میکشیم، حاج آقا بیکارم. خب من یه بحث مدیریتی و کشور و ایناست که اون حالا هر چی بگی گوش شنوایی نیست که، فقط دردسر برای خودمون میشیم. اما شما که گوش شنوا دارید، هر چی ما تلخی داریم از اینجاست. آقا این که خدا میفهمه لا حول ولا قوت الا بالله، یک برگ تو عالم بی حساب نمیفته. یک برگ اگه یه دفعه تو کاسبی مالتو بردن ورشکست شدی، قبل از اینکه بگی فلانی ثروتمو برد، فلانی ثروتمو خورد، فلانی به من نامردی کرد، یه نگاه به خودت کن. از این ثروت چقدر خرج پدر مادرت کردی، خیرات دادی، دستگیری از ضعفا و فقرا کردی.